به نام خداوند نهایت بخشنده و مهربان، خداوند وهاب و جواد، خداوند غفور و کریم، خداوند علیم و حکیم. ما در بحث‌های صحبت ما مسئله سکولاریسم را کاویدیم و گفتیم که در مذاهب تحمیل عقاید مطرح است، چنان که در طول 1400 سال دیدیم که کشورهای ما بارها کشورهای خاورمیانه دست به دست شده است. گاهی فاطمی‌ها در هند موفق شدن مذهب فاطمی را تبلیغ کردن، بعد اهل سنت آمدن، بعد الان شافعی آمد و همینطور مثلا در سوریه مذاهب‌های مختلف حکومت کرده، همینطور در افغانستان و همینطور در ایران که قبلا هم از اهل سنت بودن و در زمانهای اخیر بعد از صفوی ها مذهب اهل تشیع یا 12 امامی از عشریه را قبول کردن. در هر صورت اینا هم مبناش زور است، تحمیل است، تبلیغ نیست. تبلیغ یک مقدمه هست مانند فرستادن تاجرها که استعمارگرای سابق این کار را میکردن و دنبالش توپ و تانک و تفنگ بود که حرف اول را میزد. تبلیغات مذهبی هم همین شیوه را در گذشته ها اعمال کردن. اول یک تبلیغ مختصر، بعد شلاق و کشتار و جنگ، چنان که طالبا همین کار را کردن. در بامیان و یکاولنگ و خیلی جاهای مردم اهل تشیع یک تبلیغ ساده انجام دادن، بعد قتل عام شروع کردن که یا مذهبتان دست بردارن و با این فشارها مذاهب دست به دست شده است و این دقیقه. پس مذهب مبنایش و اساسش تحمیل است. حالا فرق نمیکنه هر مذهب باشه، اما در دین تحمیل نیست. دین کسی را مجبور نساخته است. شما هیچ سند ثابت کرده نمیتونین که پیامبر اسلام با زور آمده باشه در یک کشوری، در یک سرزمینی اونها را به اسلام واداشته باشه. اما بعد از اسلام دوران خلفا مسئله زور مطرح است. با زور است که جهان گشایی کردن. عباسی ها، اموی ها و تا امروز، چرا که مبنای اینها اعتقادات شخصی، خانوادگی و مذهبی است که چربیده و سلطه داشته بر دین است. در دین اسلام زور نیست، تحمیل نیست. لا اکراه فی الدین، اما لا اکراه فی مذهب نیست. و از همین آزادی دین بود که مذاهب به وجود آمده است. مذاهب با استفاده از آزادی دین به وجود آمده است. این مسئله را در تاریخ تحقیق کنید. 200 تا 300 سال بعد از پیامبر جمعی از افراد، شخصیت ها، اونایی که علمای علم حدیث و تفسیر و تاریخ خود میشناختن، به این باور شدن که باید مذهب به وجود برن. صدها و هزاران مذاهب به وجود آوردن و این مذاهب آمدن در زمان هارون رشید یا جلوتر یا بعدترش 4 مذهب به رسمیت شناختن، یکی 2-3 تا هم که مخفی مانده بود و آهسته تا امروز 5-6-10 تا رسمی است. اما در زیر پرده هر مذهب مذاهب دیگر دارد. در هر صورت این مذاهب مبنایش از کجا شروع شده؟ با استفاده از فضای آزادی دین. در دین آزادی وجود داره. به محض که تبدیل به مذهب میشه قلف میشه تمام درها. من بدل دینه فقتلو. یک همچه حدیث جعلی رو پیدا کردن، به جامعه تبلیغ میکنن هر کی دین خود را عوض کند گردن بزنه. دین منظورش دین اسلام نیست، دین مذهبی است و پیروان همون مذهب خاص. مثلا کسی از شیعه برایت میگن این کافر شده، کسی که از سنی برایت میگن این کافر شده. هیچ وقت باور نمیکنن که این دیگه مسلمان مانده است. سبحان الله که یک حنفی بیا شافعی شود، یک پیروان شافعی بیا حنبلی شود و این بسیار خطرناکه. یا اینها بیاین مذهب جعفری را قبول کنن. همین هفته یک دختری که به خانواده شیعه بوده است در همین هامبورگ آمدن سرش بریدن به خاطر از اینکه پدر و مادر و اعتقادات اینها ضد اهل تشیع بوده و اون دختری که مثلا شیعه بوده اون طرفشان که مثلا سنی بوده، این دختری که با اون ازدواج کرده یکی از بچهای جوان بلند میشه به مسائل گفتگو مگویشان میشه و چون از پیروان سلفیه شیعه رافضی و کافر و مشرک و بالاخره واجب القتل میدن، قتل دختر صادر کرده.
عروس خانهشان به قتل رسانده است. همین هفته که جاری است و این آقا ریشم مانده دراز. به هر صورت ما از حرفا مگذاریم. مسئله این است که این مسئله به یکی دوتا ختم نمیشه، یک جریان تاریخی است. اینها اینطوری است که مذهب را تحمیل میکنن. اینا مذهب را نه این است که اینها تبلیغ میکنن. تبلیغ یک بهانه است، یک مقدمه است، یک وسیله است برای از اینکه بعد از تبلیغ این خنجر است که در حلق ها فرو می رود، شمشیر هاست که بر دست و پا و گردن می زنند، زولانه هاست که در دست و پای و کمر مردم می بندند. او زولانه ها و شمشیرها و خنجرهای مذهب است. اما در دین و در ذات دین اصلا تحمیل نیست. تحمیل در دین نیست. هر کس که ادعا کند که تحمیل در دین است، اصلا ریشه دین را نشناخته است. باید تجدید نظر کند. یک واژه را نشان بده که خداوند تحمیل کرده باشد. چیز تحمیلی وجود ندارد در دین. همهش آزادی است. همه آزادی بیان است، آزادی اعتقادات است، آزادی همه چیز است. اسلام ای مردم را، جهان بشریت را تبلیغ میکنه. خدا دین جهانی معرفی میکند که همه ادیان و همه عقاید در یک مخرج مشترک، در یک محور مشترک، یک اساسات مشترک جمع شوند. این دقیقاً معنای سکولار است. سکولار یعنی همین. باید یک نظام سیاسی پیدا کنیم، درست کنیم یا به وجود بیاوریم که افراد سرشناس آن چی باشن؟ همه به اصطلاح نوترال باشن، در مسائل و اعتقادات و مذاهب دیگران بی‌طرف باشن. وقتی اینها روی کار میان با اعتقاد و باور به این که همه انسانن و اعتقادات همه برای خودش محترم است، نظام بسازن بر اساس عقلانیت و خردورزی، بر اساس تفکر و اندیشه های عالی و بالا، با استفاده از فراوردها و دستاوردهای تمدن قرن 21 این جامعه خود را بسازن. اگر این کارا نکنن، هزارها سال جنگ است، درگیری است، کشتار است و خونریزی است و پیروان هیچ مذهب به مذهب دیگه هم تن نمیدن. و به این خاطر است که زن انگلیسی که بعد از جنگ اول افغان انگلیس در پشاور رفته بود، در هند او وقت کتاب نوشت در رابطه با افغانستان به نام خانم سیسل یا چی یا کی. این خانم نوشته است که افغانها جنون مذهبی دارن، یعنی در مذهب خود چنان تعبد و تحجر دارن که یعنی حتی از دینم فراتر، یعنی مقدر اعتقاد به دین ندارن که به مذهب خود دارن و این واقعا خطرناک است. ما باید باور کنیم که این دین است که افتخار ماست. ما باید به دین اسلام افتخار کنیم. مذهب چیزهایی ساخته شده است از انسانهایی که اونها از اسلام آمدند و از مسلمانها تحقیق کردند، ولی دین از جانب خدا آمده است. در دینی که از جانب خدا آمده است آزادی هست، آزادی بیان هست، آزادی عقیده هست، لا اکراه فی الدین است. اما در مذهب ساخته انسان است، لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی المذهب وجود نداره. اما از که مذهب قبول کردی همه چیز تا قلف کردی، دست و پا و گردن و زبان همه قلف است. باید در چارچوب هم مذهب حرف بزنی. این است که علت اصلی و ریشه‌ای بدبختی های ما مسلمان ها در همینجاست. تا این ریسمان ها را از دست و پای خود مسلمان ها باز نکنن، به قرآن بر نگردن، به خدا و دین خدا بر نگردن، روی سعادت ابدی را در دنیا و آخرت نخواهد دیدن. ما فقط این ابلاغ میکنیم. این اگر شاد است میخواین برگردین، بیاین به دین خود، دوباره یک تجدید نظر کنید در اعتقادات و ادیان و مذاهب و اعتقادات خودتان را با دیگران مقایسه کنید. با تشکر از شما که تا این لحظه صحبت های ما را تعقیب فرمودید. تشکر.